ورودی غار مثل هر غار دیگه است، چند متر عمق داره، ولی بعدش به یک راهرو خیلی باریکی میرسیم که از اون راهرو باید به حالت نشسته رد شد، 7-10 متر. بعد به یک اتاقی میرسیم که میشه توش ایستاد. از اون اتاق به بعد یک پرتگاه 15 متریه که دیگه بدون تجهیزات سنگ‌نوردی نمیشه ازش عبور کرد. اینجا تالارهای اصلی خود غار شروع میشن که میشه برای ساعت‌ها توش راه رفت. هنوز نقشه برداری کاملی نشده، یعنی بخش‌هایش رو نقشه برداری کردن، میدونیم تا چه حدی عمق داره ولی عمق نهاییش رو نمیدونیم ولی خب بیشتر تمرکز ما روی همون تالار اول بوده. ضمن اینکه ما تو مطالعات بعدیمون فهمیدیم که بقایای انسانی توی تالار دوم هم وجود داره، یعنی به احتمال زیاد اینا از این پرتگاه نمی اومدن پایین، یک در دیگری وجود داشته که اون در بسته شده. قطعا میدونیم داریم در مورد قدیمی‌ترین محوطه باستانی ایران صحبت میکنیم با قدمت فعلا 475,000 سال که قدیمی‌تر هم میشه، چون ما بازم نهشته باستانشناسی زیر این لایه‌ها داریم. سنمون فعلا 475 که تقریبا با اختلاف 300,000 سال میشه قدیمی‌تر از هر محوطه دیگه‌ای که قبلا تو ایران ادعا شده بود. قبل از اینکه جای جدیدی رو خودمون کاوش بکنیم تصمیم گرفتیم که لایه‌هایی رو که قاچاقچی‌ها آسیب زده بودن بهش رو صاف بکنیم، ترتمیز بکنیم، بتونیم یه ساماندهی انجام بدیم و عرضم به خدمت شما که بعد از اینکه این کار انجام دادیم تو فصل اول و دوم، از فصل سوم به بعد دیگه مشخصاً بیشتر روی لایه‌هایی که دست نخورده بودن تمرکز کردیم. مهمترین ویژگی دیگه غار قلعه کرد اون دندان شیری کودک انسان نندرتاله که توش کشف شده و الان توی موزه داره نمایش داده میشه. اون دندان هم مربوط به نوعی از انسانی که دیگه توی ایران زندگی نمیکنه، انسان نندرتال. سومین باره که بقایای انسان نندرتال توی ایران پیدا میشه، ولی قدیمی ترین نوعش هست، یعنی همون دندون مربوط به لایه‌ای هستش که 175,000 سال قدمتشه. به احتمال خیلی زیاد این غار محوطه اصلی بوده برای پروسس کردن یا پردازش بقایای شکار، یعنی یک محوطه مرکزی بوده که شکارشون رو می آوردن اونجا و اونجا قصابی میکردن، اونجا میموندن برای مدت زمان حالا خاصی. شکار خیلی زیادی هم اونجا انجام شده، چون تو بازه زمانی خیلی طولانی مدتی انسان اونجا زندگی کرده که الان میدونیم چند صد هزار سال میشه. بنابراین بقایای جانوری هم که تلمبار شده و انباش شده خیلی زیاده. کرگدن دو شاخ پشمالو و از انواع اقسام اسبای وحشی که دیگه امروز تو ایران وجود ندارن و کفتار غارنشین. نندرتالا بین 400,000 تا 40,000 سال پیش زندگی می‌کردن توی جنوب غرب آسیا و اروپا. البته
قبل از نندرتال‌ها یه گونه دیگری از انسان زندگی می‌کرده به نام انسان هایدلبرگ، از حدود 800-900 هزار سال پیش تا 400 هزار سال پیش. از اونجایی که سن لایه‌های قلعه کرد داره قدیمی‌تر میشه از حضور نندرتال، پس ما به احتمال خیلی زیاد توی لایه‌های پایین‌تر مواجهه داریم با بقایای نوعی از انسان که الان خودش به دست نیامده، ولی به احتمال خیلی زیاد بعد انسان هایدلبرگ باشه.